آمدی؟ آره. آفرین. داره دردت میگیره؟ آره از این. دهنه بسته. آفرین. ببین ما داری درد رو هدر می‌دی. وقتی دردت گیره فقط زود یعنی صدایی نمیشنویم جز زور زدن شما. اگه میخوای راحت شی. تا بچه دیگه راحت میشه. عزیزم کوچولو دختر همراه سلماز غلامی. سلماز غلامی. سلام خانم. حال شما خوبه؟ خیلی ممنون. شما هم خسته نباشید قربان. قدم نورسیده مبارک باشه. بهتون تبریک میگم. بچه‌تون دختره. بله دختر توپل خوشگل. بله بفرمایید. ببخشید تو خانم آورد چیز دختر فارغ شده یه نگفت چیه دنیا آورده بری بپرسی ببخشید چیزی بهتون نگفتم؟ یه نگفت چیه دنیا آورده اجازه سوال کنم. تبریک میگم دختره دختره مطمئنی بله. دختره آخر سونوگرافی کردم دکتر ترابی بهم گفته پسره پیش میاد اینا گفتن چیزی خانواده شده چه پلا به سرش باید طلاقش میده چون پسر میخواد پلا به سر دختره مرسی خیلی ممنون سلام علیکم خانم. تبریک میگم خیلی ممنون سلام خانم. سلام جان حال شما؟ ببخشید تو رو خدا دیر کردیم. آقامت به ما دیر خبر داد. ها بیاییم حالا شد. تشکر. آقا پسر ما چطوره؟ خیلی حالا خبری نیست چرا؟ از دیشب تا حالا درد میکشه. نگفتن بیا بریم بله. ببخشید خانم سلماز غلامی رو که دیشب آوردن وضع هم نکرده؟ چرا دختره؟ تبریک میگم بهتون. قرار پسر باشه. مطمئن این دختره؟ کجا بودی بابا چه بودم بارش داشتم چی شده عزیز؟ فارغ شده دختره خب مجید فهمیده؟ ولی همه فهمیدن همه بالا همه ناراحتی پیش میاد چون میبیشم گفتم پسره بزن چه بلا بسر برو به دایا زنگ بزن بگو خودشان برسن بیمارستان باشه چشم قربانت برم بدو خود
سری در میگرد. ببخشید خانوما، 2000 یا 5000 دارین؟ نه میبخشید. مارک دلار جواب می‌خریم نمیده. دلار مارک چیکار می‌خریم کنم دلار نمیدونم. خانم دلار بدم پیش کدومتونه؟ پیش من. شما تلفن رو داری. بدش من زود باش. شما همینجا واسین تا من برگردم. باش. جایی نریم. چرا تنها وایسادی؟ ببینم به چی گفت. گفتم به چی گفت. هیچ. آهای وایسا ببینم. آرزو. مایده. آرزو. کنه توسی حرکت کن آقا ماشین بخواه برید بغل بایسته حرکت کن چی برگردی؟ ترجمه نکنم برو بالا آقای ترجمه نکنم برو بالا اینو آنده بیکن آنده بانه او که مجوز حرکت کن برو بالا تو اونم مجوز داشت. حرکت کن دوله نیست آقا بیکن دوله نیست باشه حرکت کنه دوباره مطلوب کردی آقا حرکت کن آقا ترجمه نکن برو بالا ترجمه شو آنده بیکن چیکار کنی؟ چیکار کنیم؟ برو از سر کوچه یه تلفن بکنه. الو هم چیه میخواد پس بگیری بریم. حالا چجوری بریم رفتی؟ اگه دیگه چیزی نداریم پول چجوری میخوای جور کنیم؟ نرگس جون ناراحت نباش. خودم درستش میکنم. حالا بیا بریم. آقا تلفن چقدیه؟ سکه دستمون یه سکه بده. جان سلام سلام چطوری؟ خوبی؟ سلام یه نفسی یار میسونی؟ واسه شما کم پدری؟ هستی من دور برام مشغولی قربونت برم شکرت حساب مادری که سلامتی حالا چه میکنی؟ برکاسبی خوبه؟ بدنی نشان کن بریم حسابو داری دیگه بزن به حساب خدا حافظ قربونت برم باش میام
سیگار بدیم؟ چه سیگار بدیم؟ 10 تومن بدیم. جواب نمیده. خانم اینجا میخوام بکشی؟ اینجا محله است، مورد داره. خوبیت نداره سیگار بکشی. بریم پری رو پیدا کنیم. آقا سلام، خسته نباشید. آقا ببخشید مغازه آقا عبدالله کجاست؟ آقا عبدالله؟ بله. چیکاره هست؟ نمیدونم چیکار است، فقط آدرس اینجا رو به من دادن. کجا رو آدرس دادم بهت؟ گفتن سر پیچ منوچهری. ما اینجا آقا عبدالله نداریم. این که عباس آقا تابلو فروش ما عتیق فروش آقا مجیده. آقا یوسف هم که سماورای قدیمی و برنجینا می‌فروشه. آقا شما مطمئنین یه دختر داره؟ اسم دخترش هم فرشته است، پری صداش میکنه. نه یه همچین اسمی من. گفتی چی اسمش؟ آقا عبدالله. آقا عبدالله. یه دکه روزنامه‌نگار این بغل هستش، اسمش عبدالله. حالا بپرسون اونه یا نه؟ خیلی ممنون. باشه. وایسا ببینم. آرزو برو. چی شد؟ آدرسو گرفتی؟ نه بابا هرچی میپرسم پریکایی جواب سربالا میده. راست مغازم نیست. بیا بریم. آرزو یه دقیقه بیا. کجا؟ چیزی میخوام بهت نشون بدم. بیا بریم. بیا خدا یه دقیقه بیا. یه دقیقه. چی میخوای نشون بدی؟ اینجا رو نگاه کن. همون رازقی که میخوایم بریم. ببین چقدر قشنگه. این بهش میمونه. اینا کوه سرمه. اینجا هم کنار آرپاچای رازقی. اگه میشد میرفتیم اینجا. همه چیز دیگه تمام شد. یه اونجا کسی با ما بود. همیشه با داداشم میرفتیم میشستیم اینجا با هم دعوا میکردیم. گفتی نداشت این مال تو اینا من. نقاشم نتونست اینا رو خوب بکشه. اینجا یک گل خوشگل داره. اینجا بسته است، حلبای پنیش بور گرفته، گندیده، خفمون کرده. نمیدونی کجا میشه پیداش کرد؟ نه حتما شما طلبکاری. نه اینا خبر ندارم. روزی 100 نفر میمون نشیطه پنج به آدرس بدیم به آقا داوود. شما فراری می‌کنید. خیلی ممنون. مرسی. یه روزمونو باختیم. یعنی میشه بری؟ هیچ کس نیست. برسونمه. کاش می‌دونستم واقعا یه سیگار بکشم.
فقط یه جای دیگه موندید. خدا کنه بشه. تو همینجا وایسه معلم میام. خیلی باحاله. بچه کجایی؟ خیلی شجاعی. سلام. کجایی تو؟ من پایین بودم. بفرمایید.
وسطیه. این زیبا جیدا چی؟ کجا ول کردی رفتی پس؟ زود اومدی 10 دقیقه است دارم دنبال میگردم. زود باش بریم زیر کوچه. چی شد؟ من پول جور کردم. از کی؟ آرزو فامیلتون بود؟ کی؟ اون مرده تو میتونی سیگار بکشی؟ نه نشد الان نمیشه. بیا بریم دیرت بشه. زود باش. بیا نرگس. اینم پول. اینم پیشت باشه. تو چی؟ من نمیام. یعنی چی من نمیام؟ من نمیتونم بیام. برو حرف نزن برو. ما با هم قرار گذاشتیم. میدونم با هم قرار گذاشتیم. من نمیتونم بیام. من بدون تو نمیرم. بابا دیگه از من سوال نکن. خواهش میکنم. برو بریم. برو. برو الان ماشین گیرت نمیاد. آخه واسه چی؟ برو ترمینال ماشین گیرت نمیاد. برو. برو بالا. برو بالا. برو قربونت برم. نرگس یاد دره ها. وقتی آخر خط رسیده از هر کس بپرسی ترمینال کجاست نشون میده. کاری نداری؟ قربونت خدا خانم مدن نکن. نمیتونم. پشیمون شدم. پول که دستم اومد یهو ترسیدم. از چی؟ نمیدونم. میترسم برم قبولم نکنن. 2 سالی که زندان بودم کسی ملاقاتم نیومده. بچه اصلا نمیدونم هست نیست زنده است مرده است. اصلا نمیدونم کجاست. میترسم برم من ببینه دو هوایه بشه. برو ماشین گیرت نمیاد. برو. پس بریم راست. نمیتونم. اونجا هیچ فرقی با اینجا نمیکنه. اونجا اینه بهش میمونه. چرا فرق داره؟ بذار فکر کنم اونجا با جایی که فرق میکنه. میترسم بیام ببینم اون جایی که تو میگفتی اون بهشتی که تو میگفتی نباشه. برو دیرت میشه. نرگس برو. نرگس یاد نره ها. وقتی آخر خط رسیدی از هر کس بپرسی ترمینال کجاست نشون میده. کاری نداری؟ قربونت برم. خداحافظ. مواظب خودت باشی ها. آرزو دیگه چی شد؟ تو هم مواظب خودت باش. برو دیرت میشه. مواظب خودت باشی ها. ببخشید خانم بیلتای سرابو کجا میفروشن؟ سراب فکر میکنم پاگونی 15 سراب سمت غرب میشه. سمت آذربایجان غربی. آره فکر میکنم تابونی یه بله فکر کنم نوشته تابونی 3 بر باشه. مرسی. خواهش میکنم. Yes, sir. مهدی آقا بیلت سراز داری؟ سرویس دارم آخرین سرویسه. جا نداره. عجله دارم. جا نداره. یه دونه هم نداری؟ جا هم نداره. ولی نگاهی بکنی ببین یه دونه جام نیست. جا نداره خانم. بوفه میشینی؟ نداره. بوفه یه دونه بوفه دارم اونو میتونم بهتون بدم. به نام نرگس من میزاده فاصله. نرگس
شما چند سالتونه خانم؟ تنهایی؟ 18 سال. تنهایی؟ کارت دانشجویی دارید؟ نیاوردم، همراهم نیست. مورد داره واسه ما نمیتونیم. خواهش میکنم. مورد داره، به ما بخشنامه اومده خانم جون، ما نمیتونیم خانم‌های تکیل و تنها رو بدیم الا که کارت دانشجویی داشته باشن ولو حمله داشته باشن. آخه من عجله دارم، باید برم. حمله داشته باشید یا کارت دانشجویی؟ همراهم نیست. این یه مورد مشکل شماست، مشکل ما نیست خانم. این دفعه یه کارش میکنم. نمیتونیم. خواهش میکنم، باید برم، عجله دارم. حتما دانشجویی خانم. این مثل من مورد داره. بله. مطمئنه؟ بله. من یه نمیتون میدم دیگه. فرمودید نرگس ممیزاده است دیگه. نرگس ممیزاده. رازلیقی. این مورد نداره. حتما دانشجویی خانم. این مثل من مورد داره. بله آقا. شارود بعد از این خودی شما صندوق بفرمید پای سوار شید. چقدر میشه آقا؟ 1120. از نادی میبره که جهت سوار شدن به تعاملی 5 مراجعه فرمایید. حالا کجا باید برم؟ از پلا برو پایین، این بغل ماشین وایستاده. این پایین پلا روبروته. ماشین وایستاده. مرحبا برو جان فارمد. مرحبا برو جان. Altı yarım neyse sarabı izleyileş altı yarım sarı. آقا سارابا جدیسوی؟ Sarapsı. Ben Buyur. payında celo oturam. Üçüncü rədi, dördüncü rədi bu yanda boşdu. Altı yarım sarabı izleyileş altı yarım sarı. Ağay sedeme deyin. Sarabı iyileşsinler sarı. Ağa bağışlayasın, Xazan hərəkət eləyəsiniz. 10 dəqiqə vaxtımızdır. 5 dəqiqə səbirləyəsiniz, mən burada işim var. Surəti sağ olsa gedəcək, durmaq yoxdur. İstidir maşın ona. Tez qayıdaram. Ağa tez qayıt. Sağ olun. Xahiş. Aşağı baş belə bir şey savaşın aşağı. از مسافرین محترم ساعت 6:30 اهواز تقاضا می شود هرچه سریعتر جهت سوار شدن به تعاملی 5 مراجعه فرمایید. اتوبوس شما آماده حرکت می باشد. سلام. ببخشید یه پیرن گذاشته پشت بیتتون، میتونم ببینم؟ خواهش میکنم. میشه تعریفش نشون بدیم کدومه که خدمت میاد. این سفیده که اینجا چه مقدار خوشیه داره؟ سفیده که قرمز داره. بله. کار جدیده، ترک هم هستش، جنسش هم با ضمانته. کار خیلی قشنگیه. چنده؟ مخصوص فقط داماده هم هستش. کار خیلی خوشگله. این مدل یعنی یه جنسی دارم بهتون میدم که ببرید مشتریمون بشه. قیمتش حالا شما بپسندین برای چند اندازه این میخوام باشید؟ 20 ساله. برای خود سن که شما میگی 20 ساله چند اندازه‌ای هستن؟ لاغرن، چاقن، قد بلندن؟ بابا شما هم که سایز آقاتون یادتون رفته. خانوما همشون همینجوریان. سریع یادشون میره. خانم خوش سلیقگی
سایز آقاتون هم بهتون رفت. شما باز اگه بردین کوچیک بود بیارین دیگه، مشکل نداره که. گفتیم که زمینی چند بود. به خدا رسون دیگه براتون. حالا شما خوب هستین. بفهمید داخل سرکار. بیا تو حالا. بیا تو حالا یه دقیقه دم درتون وایسید. بیا تو چش. پیرنه هم به شما نشون میدم. مشکل نداره. خوب هستین که شما. بچه کجایی شما؟ من بچه خورم. بچه خورم. شما چی سرکار؟ تبریز. خب یه دقیقه گردنتو میاری جلو. میخوای چیکار؟ بابا کاری نمیخوام بکنم، میخوام اندازه بزنم واسه عجب آدمی ها. خوب هستی که اندازه ایشون هستش؟ ببین شما میخوره بهشون. بذار اندازه بزنم برای شما ببین چجوریه. من پیرانزر. بابا میدونم یه دقیقه ببین تو تنت، میخوام برای خانم میخوام، برای شما نمیخوام که. خب خوبه خانم اندازش؟ خوب اندازش؟ مبارکتون میشه. ببخشید سرکار مزاحمتون شدیم. اما متی ببین چی می‌خواد سرکار. ایش می‌خونه. حالا ببرید مشتری باشه. قیمتش چنده؟ قابل نداره خانم. بی تعارف میگم ها. 5200 شما باز هر چی مشکل نداره. قابل شما نه. خواستید اینجا متعلق به همون که شما پسندیدین خیلی خودش. برای خیلی عالیه، جنسش هم خوبه. بزنم براتون تو کیسه یا کادو کنم براتون. بپیچم براتون. یه مدل شیشه ما دیدید این کارش. من این جعبه‌شو بغلم بزنم براتون که کادو می‌خوام بدین. بازم مدل‌های کارهای جدیدمون اومده. این مدل راستین بلندشه، راستین کوتاهشه. دیگه که نمی‌خوام. مدل دیگه هم اینجا دارم با رنگ بندی داره. 12 رنگ داره. دو مدل این کارو دارم. هر کدوم که شما پسند کنید. کدومو پسند می‌کنید شما از این دو مدل؟ اینو مبارکتون. چه سایزی احتیاجش؟ قربان اون خانمش میره. اون خانم داره میره. مسافرین ششمین میر و سراد هرچه سریع‌تر به خانوانی 3 مراجعه فرمایید. اتوبوس شما آماده حرکت میباشد. Altıyarımın iyi sarabı izleyileş, altıyarımı sarı. بفهمه حسن بالا خانم
ببخشید کسی اینجا نیست؟ بله با کسی کار داشتین؟ سلام آرزو نیست؟ آرزو کیه؟ مریم پروین آلمانی. آلمانیه؟ نه ده آلمان شمال. نه ما کسی نداریم. آقا آرزو نیست؟ آرزو کیه؟ آرزو دیگه همونی که واسه تو موشامو گرفتی بردی. اون خیلی وقت پیش رفت. کجا؟ نمیدونم. بفرمایید. آقا بله ببخشید آقا پسر آقا عبدالله نیست؟ نه نیستش رفته بیرون. کی میاد؟ نمیدونم چی داشتی؟ یه روزنامه. چیکارشون داشتی؟ با دخترش کار دارم پری خانوم. تنهایی؟ آره خودش گفت همه کار داشتم بیام اینجا. یه خانوم هم آخه اومده بود. کارشون داشت آقا. دوستم بود منم که در اون پاساژ وایساده بودم. آدرسشونو داری؟ بله انتهای خیابون پاساژ اول نه پاساژ دوم کوچه سیروس قربانی پور پلاک سی. کوچه سیروس قربانی پور پلاک سی. مرسی خیلی ممنون. سلام علیکم. بله. ببخشید پری هستش؟ بله. پری خانوم. با پری چیکار داری؟ من دوستشم. دوستش کیه؟ امروز با هم از زندان اومد. رفتی دیدم دکه؟ بله. برگرد برو همون جایی که بودی. برگرد. برای چی اومدی بیرون؟ همونجا برای تو بهترین جاست. برگرد برو. مرده پری اصلا مرده. برای چی اومدی بیرون؟ فکر میکنی بیرون راحت‌تره. باید همون گوشه زمین میمون. واکن ده بابا واکن ساکت باش شرمسا یا میفهم واکن درو چی کار کنی واکن درو من که ولکنم نیستم کی اومده خواهش میکنم کی اومده واکن درو امروز صبح اومده الان به من داری میگی واکن درو برو کنار بابا ولکن ببینم ولکن بابا بهت میگم ولکن کاریش ندارم میخوام صحبت کنم باهات گفتم میخوام باهاش صحبت کنم کاری ندارم برو کنار بابا برو کنار بابا کاریش ندارم برو کنار بابا ولکن حسین به من گفت منم بهش گفتم اگه دیدی بگو بیاد خونه نه همینجوری الان شده محمد آقا میدون امام حسین میری؟ بله خانم. چقدر دست در نکنه. اینم سیگارته. اینا چیه؟ نمیخوام تو به خود من. نه دار
دارم تو کیفم دارم. وایس مواظب خودت باش. بدو. خانم کجای میدونه امام حسین پیاده میشه؟ دم سینما مراد. من سر میدون میپیچم تا اونجا راهی نیست، 10 قدم بیشتر نیست. باشه. پیوشگران آلودگی دهان را عامل بسیاری از بیماری‌های محسوس کردند. رفتگی قلبی، دیابت، زخم معده و زخوری که ممکن است نتیجه آلودگی دهان باشد. دستگاهی برای تشخیص بوی بد دهان ساخته شد که در جیب جای می‌گیرد. چی شده عزیزم؟ نه خوب میشه. بلند شو. کمکتون بکنم. نه خوب میشم. خیلی ممنون. خانم بودی؟ نه آقا من با یکی از کارکناتون نامه؟ منیر خانم. منیر خانم تو گیشه هست. خواهش اینجا چه کار میکنی تو دختر؟ به خودی برم. نه فداچم، خیلی خوشحالم. بیا تو. کریم آقا یه خانم بیان تو. ببخشید به هم ریخته است. خیلی هم خوبه. چجوری میری برای خونه؟ امروز صبح 8 ماه پیش قرار بود بیای، پس چقدر دیر شد؟ خب دیگه یه بار در اومدم، بعدی شکایت داشتم، دوباره برام گردوندن تو. شکایت از تو؟ پرونده کردن دیگه برام، مفصله. حالا که دیگه تموم شد. ها؟ نه. چرا پس؟ در رفتم. در رفتی؟ چجوری؟ قاطی بچه‌های مرخصی. چرا آخه؟ کار داشتم بیرون. ببین من چه تا حالت بده؟ نه هیچی نیست. دنبال الهام میگردم، خبر داری ازش؟ کدوم الهام؟ الهام سبکتکین بود، اون دختره 5 سال حکمیه، یادته؟ نفهمیدیم خلافش چیه؟ آها اون که میگفت دانشجو. آره پارسال یکی 2 دفعه اومد سراغم. یه بیلت کنید. بفهم. گفت میخواد شوهر کنه. آره. ولی خب فکر میکنم شوهر کردنش هم مثل دانشجو بودنشه. و اینکه قرار بود منو خبر کنه، نه دیگه خودش اومد نه خبرش. هنوز تو بیمارستان کار میکنه؟ فکر میکنم. کجا؟ الان میان دنبالم، میخوای برسونم به سر راه؟ آره. باش. کی میاد دنبالت؟ شوهرت؟ نه بابا. شوهر من که راننده شرکت، دائم میفرستنش مأموریت. یه ما اینجاست 6 ماه مأموریت. کاشون اصفهان این ور اون ور. حلال زاده است. خیلی مونده. بیا تو الان میریم. هوومه ها. هوو داری؟ آره. خلاص که شدم فهمیدم. قبلش هیچ کس به من هیچی نگفت. اومدم خونه دیدم دختر کوچیکم چسبیده دامن اون، اصلا میترسه بیاد طرف من. ولی خب بعدش دیدم دختر خیلی خوبیه. بفهمه اقلا 4 سال بچه‌های منو زفت و رفت کرد. خودش مهد کودک کار میکرد، به خاطر بچه‌های من نشست خونه. ولی خب هرچی باشه هوو دیگه. اجازه هست؟ خواهش میکنم. دیدم مهمون داری، گفتم یه چیزی بیارم بکنه. بفرمایید. دست در نکنه. اسم اینم پری ها. البته پروانه است. به یاد تو پری صداش میکنم. پری جون بچه‌ها چیکار میکردن؟ دخترها خونه بودن. علی هنوز نیومده. واسه که کجا رفته؟ جایی نرفته بود، با رفته خونه دوستاش. من با این دوستاش. راستی پری چقدر دیگه مونده؟ خیلی. هنوز خیلی مونده. خون برده چی؟ خلاص شد؟ نه. شوهرت بود یا نه؟ برای اون چقدر دیگه مونده؟ اون اعدام شد. که؟ همون 3-4 ماه پیش.
آخرش هم نتونستی ببینیش نه؟ چرا؟ یه شب ملاقاتمون دادن. همینجا سا کارت که تموم شد بیا خونم. میای آدرس بدم به؟ نه کار دارم پیش الهام میمونم. خب پس بهش بگو بچه ها خونه بودن ولی من میومدم پلوش. باش دستتون درد نکنه. میخوایم بیام دنبالتون؟ نه خیلی ممنون. پری بیا. میگم یادم ازت بپرسم من بهت بدهکار نیستم. نه واسه چی؟ نه آخه اون تو دستم تنگ بود و اینا. نه اصلا یادم رفته به کی بدهکارم. به من که نیستی. اون تو هم هیچی ازت چیزی به دل نداشت. فقط زری محمدی بود که اونم دیگه چیزی نمیگه. ببین ولی رو درواسی نکن. پول مول داری؟ آره به خدا. پس مواظب خودت باش. گیر نیفتی. خدا. مرسی. خواهش کنم. ببخشید آقا من با خانم سبکتکین کار دارم هستم. خانم الهام سبکتکین؟ بله. فکر نکنم باشه. میشه لطف کنید پیجشون کنید اگر هستم بیان دم در. خانم الهام سبکتکین اطلاعات. خانم الهام سبکتکین اطلاعات. آقای دکتر کاظمی هستن؟ نه من با خود ایشون کار دارم. بله هستن. بفرمایید اورژانس. یه 10 دقیقه هست. خیلی ممنونم. بفرمایید. ببخشید چادر چه سرتون؟ چادر ندارم نمیتونستم با چادر بزنم سر. بدون چادر که نمیشه. من چیکار میتونم بکنم خانم؟ کارت شناسایی همتون هست؟ کارت شناسایی ندارم متاسفانه. چی کار داشتین بالا؟ من با خانم سبکتکین که توی اورژانس هستن کار دارم. بله. این لطفاً خدمتتون باشه. خوبه برگشت بعد. خیلی ممنون خانم دستون درد نکنه. متشکرم. پری سلام. من نیستم خوبم. مبارک به سلامتی. کی تموم شد؟ هنوز تموم نشد. بیا چجوری منو پیدا کردی؟ رفتم پیش مانی. اون گفت اینجایی. مبارک. چی؟ شوهرت؟ ها خیلی ممنون. کیه؟ قماخیشه؟ قماخیش؟ نه بابا دکتر مال همین بیمارستانه. دکتر چی؟ گوش حلق بینی. بیا تو. سلام الهام دکتر دنبالت میگشت. باشه. سلام خانم. سلام چطوری الهام؟ سلام خانم. سلام. از پدر مادرت چه خبر؟ حالا بشین. امشب میمونی؟ نه با کار دارم. تو چطور؟ من نه نمیتونم. امشب میمونم. دیگه اصلا نرفتم انزلی. فقط یه بار رفتم. اونم زمانی که دکتر با خانواده‌اش می‌خواستم بیان خواستگاری. واقعیتش رو خودم از چشم خانواده پنهون کرده بودم. خوشبختی الهام؟ آره خیلی. دکتر آدم خیلی خوبیه. خانواده‌اش هم خوبه. هم زندگیمو دارم، هم خونمو دارم. یه دخترم از زن اولش داره. نگه پیر باشه ها، نه. زنش آدم خوبی نبوده. با هم فامیل بودم ولی زن خوبی نبوده. دکتر چند بار از من خواسته که باهاش برم لاهور پیش پدر مادرش. آخه پاکستانیه. آره ولی من باش نرفتم. چرا؟ آخه اگه من خروج باشم چی؟ بعدشم اون از سابقه من هیچ خبری نداره. میترسم که بفهمه. خیلی عوض شدی الهام. چی گفتی؟ بله؟ الهام اومدم. بله. تنهایی؟ کسی نیست. تازه آمدین؟ نه این خوابش نمیبرد. پیجت میکردن. آره رفتم هیچکی نبود. تو هنوز نرفتی؟ میرم یکم کار دارم میرم. ماهین بیدار موند؟
نه خوابوندمش. پس زودتر بیا بخش کاری دارم. باشه الان میام. همجا باش تا من برمیگردم. ببین الهام من باید کار دارم. چیکار داری؟ حامله ای؟ مگه تو شوهر داشتی؟ میخوام بندازمش. 2-3 جا رفتم قبول نکردن. چند وقتته؟ نزدیک 4 ماه. هر جا رفتم رضایتنامه شوهر میخواستن، شناسنامه هامونو. بعدش هم که میگفتم که ندارم چند وقتمه قبول نمیکردن. گفتم شوهرم مرده، گفتن رضایتنامه بابای اون، بابای خودت. خب الهام نمیدونم چی کار کنم. چند روزرم نمیدونم کجا بمونم. همجا باش تو من برگردم. ببخشید خانم. خانم سبکتکی کجا هستن؟ بخش اورژانس هم. نه رفتم پیش دکتر کاظمی. آقای دکتر کاظمی بخش 3 هستن. خیلی متشکرم خانم. پرزنت اطفال به اورژانس مراجعه کنند. پرزنت اطفال به اورژانس. خانم الهام سبکتکی به اورژانس مراجعه کنند. خانم سبکتکی به اورژانس مراجعه کنند. اینجا اومدی چی کار؟ دیگه نمیشد اونجا موند. بیا بریم. چرا اومدی پشت در اتاق؟ دنبالت میگشتم. شوهرم تو رو دید؟ خواستم ببینم کیه. میخواستم خوشبختی تو ببینم. واسه میموندی همونجا. نمیتونم، من وقت ندارم دیگه. برو بالا توی رختکن، من سعی کنم خودم نشون بدم. برو بالا. انشالله خوب میشه. شما نرفتید خودتون چش؟ حالا بکن خدا بچم مال خدا بچم مال خدا بچم مال الهام خانم سبکتکی ببخشید آقا بگید خانم سبکتکی یه دقیقه بیادم. من کارشون دارم. خودکشیه امشب اولیش. واسه چی بیچاره؟ نمیدونم. حالا بذار نجاتش بدن بعد داد و بیداد را میندازن میفهمیم چی بوده قضیه. با چی خودکشی کرده؟ نمیدونم هنوز معلوم نیست. سر چی؟
الهام من چی کار کنم؟ به خدا نمیدونم. من هیچ کس رو نمیشناسم. این همه دکتر کی قبول میکنه؟ خودت بهتر میدونی. بچه 4 ماهه، اونم زایمان اول، بی شناسنامه پدر، بی رضایتنامه. کی قبول میکنه پری؟ با شوهرت. اون دکتر این همه آشنا داره. بهش چی بگم؟ بهش بگم تو کی هستی؟ رضایتنامه چی؟ خلاص باید یه چیزی بهش بگم یا نه؟ چی بگم؟ سیگاری نبودی؟ شدم. اینجا بیمارستانی نمیشه. بیار سیگار رو. از صبح تا الان نتونستم بکشم. بعضی وقتا توتونشو میریزم تو دهنم میجون. شامت سرد شد. نمیخوام. اینو بکشن لازمت بشه. هری به خدا هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. کجا میری خالی؟ یه راهی ممکنه پیدا بشه خبرت کنم. نمیخواد. فری خودت میدونی دکتر از سابقه من هیچ خبری نداره. نه دکتر نه بیمارستان. تازه منو دیده بهم گفته اون خانم کیه دنبالت راه افتاده. ببخشید. الهام یادته همیشه فکر میکردی من ازت خیلی بدم میاد. من هیچ وقت ازت بدم نیومده. الانشم خیلی عوض شدی. خیلی عوض شدی الهام. ببخشید خانم، سکه شده سکه می‌خواستم. بفرمایید. میشه شماره برای من بگید؟ ممنون میشه. چشم. بفرمایید. شماره‌تون چیه؟ 880 85 14. همین آقای بود با زهرا خانم کار دارم. خانم بود کنم صحبت. چشم. بگم من کیم؟ این از همسایه قدیمیشون است. الو بچه هست؟ با زهرا خانم کار با زهرا خانم کار دارم. زهرا خانم نیست. اینجا شخصا گشت. الو سلام. قربانتون تو خوبی؟ چیه؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ مگه شوهرت خونه هست؟ بیشرفه خودت کردی دیگه. حالا باید کنه بچه هاشم بشوری. دلم برات خیلی تنگ شده. چرا دیگه نیومدی دیدن من؟ چی شده خانم؟ ببخشید میتونم کمکتون کنم؟ نه نتونستم این چند روز. امشب گشت خیابونم. هیچی نیستم خیلی. الان میتونی بیای بیرون؟ ولی کاش که میومدی بابا. بچه ها خوبن ها؟ با بچه ها نیستازن؟ آخه نمیدونم جمعه گشتم میشه یا نه؟
باشه باشه ببخشید خانم این مال بچه شما نیست. پیدا شد. معذرت میخوام اینجا مهمان سرایی هتلی چیزی هست؟ همین بغل همینجا. خیلی متشکرم. چرا پس مامانت کو؟ نمیدونی؟ مگه این کیف تو نیست؟ پس چرا اونجا گذاشته بودی؟ مامانت کو؟ مامانم؟ اونجا بدنم. کجا رفته؟ تو همینجا تنها گذاشت؟ چی گفت بهت؟ نه. گفت چیکار کن؟ اینجا بمون. گفته کن نخور از اینجا؟ اره. کجا رفته؟ نبودنم. من مامانم نه ترس، من الان مامان تو پیدا میکنم. مامانت کدوم وری رفت؟ بچه مال شما نی؟ نه آقا ندیدی. من به خیالم بچه شماسی. ندیدی مادرش کجا رفت؟ نه والا ندیدم، همه الان دیدم بچه اینجا الان واسه. مامانش اینجا بود، من ندیدمش. من ندیدم، پای ما سرم جان به کاسی بیام بود. بابا جون گریه نکن، مامانستی پیدا میکنی. مامانستی خانم میری پیدا میکنی. آقا مواظب این بچه باش، من الان میام. خانم سیگار داری؟ بیا. کبریت داری؟ نه. این خانواده ببرتش.
غریز میشه ها، از غصت مریض میشه. عادت میکنه، خوب میشه، شیرینه، خودشو تو دلشون جا میکنه. بچه واسه پدر مادر خودش شیرینه، واسه مردم که نیست. تو خدا هیچی نکن، پشیمونم نکن، دل خودم خونه مثل سیر و سرکه میجوشه. 3 دفعه تا خواستم بذارمش سر راه، دلم طاقت نیاورد. گفتم هر جا بذارمش باز دلم پر میکشه. با خودم گفتم بیارمش اینجا بلکه یکی ببرتش، یه جایی که دیگه من نمیرمش، پیداش نکنم، یه جایی که بهشتش باشه، هیچکی باهاش کار نداشته باشه. خدا خودش شاهده که چی کشیدم. ساده نیست. اینا کدوم مادریه که حاضر بچه‌ش اینجوری بذاره و دره. بفرما دیگه خانواده هم نبردنش. ببرنش به سیستی بهتره، اینجا یه خانواده قبولش میکنه. چی میگی تو؟ خودت چی میگی؟ چرا نرفتی تو هتل؟ مگه دنبال هتل نمیگشتی؟ بفرما اینم هتل. خب شاید من بخوام برم مسافرخونه یه جای دیگه. مسافرخونه یه جای دیگه فرقی نمیکنه. هر جا بری اگه ریگی به کفشت نباشه، شناسنامه داشته باشی، پاسپورت داشته باشی، خیلی که بهت لطف کنن میگن یه نامه از اماکن بیار. تازه بازم رات نمیدن. بدون مرد هیچ جا رات نمیدن. نمیدونم، برو پسش بگی.
خانم کجا برسونم؟ بفرمایید بالا. میخواستم یه سلامی دیگر خدمت شما ببینید شما که ساعت 2:30 ما رو تحمل میکنید و بیش و زنگ هستین همیشه واقعا دستون درد نکنه علت اینکه شما بعد شب بیدار هستید چیه؟ میگم که مثلا این دو موضوع عزیز که باید سخنان پسندتون باید شکایت تعریف میکنن خستگی آدم رو به درد میکنن موقع شما محمد صادق زمان کسم هست چه خبره؟ تو رو خدا آقا من آبرو دارم خواهش میکنم این کاری بکنی بگی ما قوم و خویشیم اصلا بگی زن و شوهریم من اسمم نیر اسم دخترم هم نگاره کارت ماشین بعد سلام آقا حال شما خوبه؟ خسته نباشید. خسته نباشید. چه خبر؟ تشکر. آقا سلامتی. آقا یه مورد مشکوکی هستش. چی شده؟ آقا هر چی سوالاتشون کنیم جواب به ما نمیدن. حالا خودتون تشریف بیارید. داره باز کنید. آقا به خدا من این کاره نیستم بذاریم برم. آره میدونم. پس حالا چی سوار شدی؟ خب شما نگه داشتین منم سوار شدم. اگه هر ماشین نگه داشت باید سوار شی. به خدا خیلی نگه داشتم ولی سوار نشدم. من بچه دارم آقا جون بچه‌هات بذار برم. بچه‌م مونده سر راه. اگه نرم از دستم میره. غلط کردم اشتباه کردم دیگه سوار نمیشم. تو رو خدا آقا بذار برم. اگه به فکر آبروتی همینجا بشین تا ماشین بیاد. خواهش میکنم آقا. سلام علیکم آقا. سلام علیکم. این کارت ماشین ماجیون اینم بیمه نامه. آقا من مدارکش کنترل کردم مشکل 10 بارم ماشین مسافر مسافر حاجی جون همینجوری سوار شده. خانم چی شده؟ هیچی از اینایی که جلوی ما رو گرفتن بپرسین. چه نسبتی با ایشون داری؟ نسبتی ندارم. چرا سوارتون کردن؟ خودم سوار شدم. برای چی؟ قربون شکلت اگه سوار نشم خرج منو میدی؟ آدم شده بنداز. حاجی جون من زن بچه دارم کارمند هستم. تو رو خدا حاجی جون حاجی نگاه کن به من قیافه میاد این ماشین میاد که من این کارو بشم. ببین نگاه کن این به جای دختر منه. ببین من کارمندم داشتم میرفتم خونه. جون حاجی ببین نگاه کن ببین عکس زن بچه‌مه این کارت این مال تعاونی با خدا اگه بابا این جای دختر من میمونه چیکار دارم من چون حاجی بذار من آبرو دارم حاجی جون با خدا من اصلا دیدم این دختر تنهاست گفتم گناه داره من از رضای خدا کار کنم من اصلا وقتی این کارا من از صبح ساعت 7 میام تا ساعت 5 بعد از ظهر کار میکنم برای زن بچه‌م 5 بعد از ظهر با این ماشین قرازه برای زن بچه‌م من برای که یه لقمه نون در بیارم براشون تو رو خدا ندارم مثلا من برم سر کار زندگی سوار تنهایی والله کسی دیگه نبود کسی دیگه هم بود تنهایی سوارش نمی‌کرد از راهن اومد ما از راهن یعنی همین یه نفر هست تو خیابون ببین آخه با این هوا حاجی جون ما کسی ببین تو خیابون اصلا هستش که من سوار کنم اجباری که نیستش که حاجی جون تو خدا هیچ عجب میشه آقا خیلی شاید آقا دارن فیلم برداری میکنن
یادگاری نمیخوام تو سرستان نشون بدن اینی که بذار برم سوار باسو بذارم. دمت گرم خیلی ممنون. مهداد بزن بریم. حاجی‌ها اجازه دادن. خیلی ممنون حاج دمت گرم. کارم ببین این عکس زن بچه منه. من اصلا دنبال این کارا نیستم. این به عنوان مسافر سوار شو. تو رو خدا بذار دستت کارا به شما نمیخوره. ببین این مدارک ما رو بده بریم سر کار زنیم. والله آبرو داریم. دستت میبوسم. تو رو خدا بذار دستت میبوسم. مدارک ما رو بده بریم. فردا میریم سر کارمون. والله آبرومون رفت. تو رو نه دیگه تکرار نشه. چه حتما قربان خدا. خدا پدرت بیاموزه. این چی کاری بود دست ما دادی؟ سلام آقا. خسته نباشید. خوبی شما؟ راستش موردی بود زیر خورتمون هم بیاریم که این پای. همینجا جا شده بودم. سلام براتون. سران تایری نیستش حتی مرخصی چند روزی. ان شاء الله چند دیگه میاد. اومدن یه زنگ من حتما با اجازه خدا. برو سوار شو. برو دیگه. فرق میکنه بچه کجا باشم. بچه هم اونجایی که شما هستیم. به چه خرمشهر؟ همسایتون. به چه آبادا؟ ها. کجا آبادا؟ دمشیر. حسن جاشو میشناسه اونجا؟ اونی که فوتبالش خوبه؟ ها. آره. خالو حسن میشناسه؟ ها. زنده هنو؟ خبر ندارم. صداش خیلی قشنگه. شنیدی؟ آره. بلیدی هم بسش بخونه؟ یکم میخونی دلم گرفته؟ دل شوریده افتاده در بند بنالم زین دل شوریده تا من و یعقوب عمری گریه کردیم عمری گریه کردیم آخ من از چه خبرته؟ سرگروبان بذار بخونه بابا دلمون گرفته بود ما بهش گفتیم بخونه خبر اومد که دشتستون بهاره زمین از خون فایز لاله زار خاموش کن اون سیگارتو میگه اینجا سیگار کشیدنه خبر بر
دل بر زارش رسانید گفای زیگتن و دشمن زاره. سرکار ببخشید این کاکای مادرش گرفته و یه تیکه براش خوندن شما بزرگواری کنین رو ببخشید. نگفتم براشه کردم بابا جان یه سیگار به هم بکشید. ممنوعه سر پس سیگار سیگار بکشید. چه اشکال داره اون سوازه که اونجا خوابه برای که کاکای خودمه اینم که راننده است دوست داره سیگار بکشه اصلا سیگارش حالتو بکش ببین اگه بعد با هم صحبت میکنیم ببین تو بچه خوبی هستی من دوست دارم. کجاییه؟ چه فرقی میکنه کجا باشه؟ موت رسیده لایت برات الان آتیشش بزنم خیلی نازی باید هم جناب سرکاری آتیش خدمت شما بگیر دیگه بابا سرکار سوار داره میکشه مرسی باشه چشم. سیگار بردار برای اون کاکامون هم بردار بسه درد نکن سیگاری نیمون برای من آتیش بزن. خب دست در کن زر پوشیده ای بامو کنی جوان آخه کنی پهنای گیتی رو به موتای آخه نداره تا به جنگین فایز پیر آی مزن تو شیشه عمر منو سای برسو سرکار چه؟ قرصا مونده توی کیفم قرصامو بده. نمیشه برو داخل افسانه جوان بیار. بفرمایید. سلام جناب سرهنگ. ببخشید نشناختم. بله. هم بفرمایید.
بله بله. چشم چشم. گوشی خدمتتون. سلماس غلامی داریم؟ تازه وارد اسمت چیه؟ سلماس غلامی نیست؟ نه خیر. جناب سران اینجا نیستش. نه خیر. بله. فکر میکنم به منطقه 5 منتقلش کردن. بله بله. چشم. عواملی نیست؟ خداحافظ.